من شبنمم، مربی فیتنس. اگه به هر دلیلی نمیتونی بری باشگاه و نمیدونی چجوری توی خونه درست و اصولی تمرین کنی، اینجا بهت یاد میدم چجوری با وزن بدن و همینطور تجهیزات ساده‌ای مثل کش پاوربند و این کش‌های مینی لوپ راحت بتونی توی خونه تمام عضلاتتو تقویت. هر هدفی که داری، چربی سوزی، کاهش وزن، افزایش وزن، تناسب اندام، برنامه اصلاحی، برنامه کششی، انعطاف، موبیلیتی، هر چیزی که بخوای قراره تو این کانال بهت بگم. توی ورزش کردن مهمتر از تمرین کردن تمرکز و آگاهی به تمرین. اگر بتونی ذهنتو به عضلاتی که تمرین میدی خوب و درست و اصولی به هم متصلشون کنی، بهترین نتیجه رو میتونی بگیری. پس اگه میخوای توی خونه تمرین کنی، سابسکرایب کن تا بتونی ویدیوهای بعدی رو ببینی. من توی این مسیر کنارتم تا هر جایی که هستی بتونی تمرین کنی و از تمرین کردنت لذت ببری و بدنتو دوست داشته باشی.